بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله دوام می‌دهیم. موضوع امروزه میزان، قصاص و حوض کوثر. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: و وزن الاعمال بالمیزان یوم القیامت حق والقصاص فيما بين الخصوم يوم القيامة حق فإن لم تكن لهم الحسنات فطرح السيئات عليهم جائز وحق وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق. یعنی وزن کردن اعمال با میزان در روز قیامت حق است. قصاص در بین کسانی که با هم خصومت دارند در روز قیامت حق است. اگر نیکی نداشته باشد شخصی ظالم، بدیهای صاحب حق به دوش آنان گذاشته می شود. این ممکن و حق است. حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم حق است. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده براییم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: وزن کردن عملها که آنها را جسم گردانیده می شود یا صحیفه هایی که در آنها عملها ثبت شده است با ترازو برکشیدن حق است. چنانه که خداوند تعالی می فرماید: آنانی که ترازویشان سنگین باشد خود نجات یافتگانند و آنانی که ترازویشان سبک باشد به خود زیان رسانیده اند و در جهنم جاویدان خواهند ماند. سوره مؤمنون آیت های 102 و 103. و درباره قصاص اگر پرسند که قصاص فردای قیامت در بین کیها واقع می گردد، جواب میگوییم که در بین تمام خلائق، انسانها و جنها و حیوانات و حشرات، حتی که مورچه از مورچه قصاص میگیرد. و اگر پرسند که آیا قصاص انسانها و جنها از قصاص بین حیوانات و حشرات فرق میکند، جواب میگوییم آره، فرق میکند. مثلا اگر انسان بر انسان دیگر ظلم کرده باشد، بر وزن آن ظلم از ثوابهای ظالم گرفته می شود و به ثوابهای مظلوم اضافه کرده می شود. اما اگر ظالم ثواب نداشته باشد، مقدار همان ظلم گناهان مظلوم را بر ظالم بار کرده می شود. اما قصاص در بین حیوانات به سبب آنکه آنها ثواب و گناه ندارند دیگر خیل می باشد. مثلا اگر گوسفند شاخدار گوسفند بیشاخ را در دنیا زده باشد، فردای قیامت به گوسفند بیشاخ شاخ و قدرت داده می شود تا گوسفند بر وی ظلم کرده را بزند. بعد قصاص انسانها و جنها به بهشت یا به دوزخ می روند، اما حیوانها باشند به امر الله تعالی خاک می گردند و نابود می شوند. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله تعالی در بین مخلوقات انس و جن و چهارپایان حکم می کند. در آن روز حیوان بیشاخ از شاخدار قصاص می گیرد و چون برای کسی بالای دیگر ظلم باقی نماند، الله تعالی حیوان را امر می کند تا به خاک مبدل شود. هنگامی که کافران به خاک تبدیل شدن حیوانات را می بینند، آرزو می کنند که کاش ما در دنیا حیوان می بودیم و خاک می گشتیم و امروز به دوزخ نمی رفتیم. روایت ابن جریر. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی برادرش را ظلم کرده باشد، قبل از برپا شدن روز قیامت در دنیا آن را برطرف نماید. به درستی فردای قیامت نه درهم است و نه دینار تا جریمه ظلم خود را شخص ادا نماید. از ثواب و حسنات وی
به مظلوم داده می شود و وقتی دیگر هیچ ثوابش باقی نماند، گناهان مظلوم به وی بار کرده می شود و بعد آن به دوزخ انداخته می شود. روایت بخاری. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابگان پرسیدند: آیا می دانید مفلیس و قرضدار کیست؟ صحابگان گفتند: مفلیس کسی است که پول و مال نداشته باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: مفلیس حقیقی امتی من شخصی می باشد که فردای قیامت با نماز و روزه و ادای زکات حاضر می شود، ولی یکی را دشنام داده و دیگری را تهمت کرده است و خون یکی را ریزانده و دیگری را زده است. در آن روز ثوابهایش به شخصانی که آنها را در این دنیا ظلم کرده بود می دهند. اگر با دادن تمام ثواب و حسناتش توازن ظلمش پره نشود، گناهان مظلومان بر وی بار کرده و وی را به دوزخ می اندازند. روایت مسلم. و مسئله دیگری درس امروزه درباره حفظ پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر پرسند که حفظ پیامبر صلی الله علیه و سلم چی را میگویند، جواب میگویم که پیامبر صلی الله علیه و سلم حفظ و نهر دارند. حفظشان در محشر پیش از پل صراط واقع می باشد که مردم از قبرهایشان تشنه زنده می گردند و برای نوشیدن آب نزد آن حوض می روند. اما نهرشان بعد پل صراط در بهشت می باشد. از آب آن حوض و نهر تنها مؤمنان می نوشند و کافران باشند همیشه تشنه باقی می مانند و فرشتگان آنان را به حوض نزدیک شدن نمی گذارند. در اینجا درباره صراط سخن گفتیم. اگر پرسند که صراط چی را گویند، جواب میگوییم که قبل از بهشت چاهی پر از آتش بسیار بزرگ می باشد که آن را دوزخ می نامند. برای به بهشت رفتن بالای این چاه پلی بسیار دراز کشیده شده است که آن از موی باریکتر و از دم شمشیر تیزتر می باشد. کسانی که به بهشت می روند، آن پل برایشان مثل یک وادی پهناور وسیع می گردد و آن را به آسانی طی کرده به بهشت می روند. اما کسانی که به دوزخ می روند، آن پل را گذشته نمی توانند و به چاه دوزخ می افتند. خلاصه درس امروزه در ترازو وزن کردن عملها در روز قیامت حق است و شخصان مظلوم از شخصان ظالم قصاص گرفتن در قیامت حق است و اینچنین حفظ پیامبر صلی الله علیه و سلم حق است. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.